پیج من خوش اومدی. شکر سفید یا قهوه‌ای کدوم بهتره؟ تو هم از اون دسته از شیرین فرزایی هستی که وسط کار میمونی که از شکر قهوه‌ای استفاده کنی یا از شکر سفید. ولی بیا من امروز میخوام تمام این تفاوت‌ها رو بهت بگم تا دیگه نگرانش نباشی. پس قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، سابسکرایب، لایک و زنگوله یادت نره. شکر قهوه‌ای به خاطر داشتن ملاس رطوبت بیشتری جذب میکنه و این باعث میشه کیک و شیرینیت مرطوب بمونن. شکر سفید خشک‌تره و این باعث ترد شدن کوکیت میشه. حالا اگه از نظر بو و عطر بخوایم اینا رو تفاوتشون رو بگیم، شکر سفید که خنثیه و تو بیشتر مواقع استفاده میشه. شکر قهوه‌ای عطر داره و به خاطر همین یه عنصر طعم دهنده هم محسوب میشه. من فکر می‌کنم میخوام بندازمش. نه، من نمیندازمش، آروم میذارمش. شکر سفید وقتی توی فر قرار میگیره فقط یه کمی طلایی رنگ. شکر قهوه‌ای به خاطر ملاسی که داره یه رنگ قهوه‌ای طلایی تیره تر به کیکاتون میده و مناسب دسرها یا کیک هایی که مخصوص پاییز هستش. و مناسب کیک ها و شیرینی ها و دسر هایی که مخصوص پاییز هست. یه بافت خشک‌تر و شیرینی خنثی داره. شکر قهوه‌ای طعم کاراملی و رطوبت بیشتر و کمی چسبنده تره. شکر سفید فاسد نمیشه و ماندگاری طولانی داره، ولی برای نگهداری شکر قهوه‌ای به خاطر رطوبتی که داره سریعتر خراب میشه. پس حواستون باشه که درست نگهداری کنین ازش. اگر زود استفاده میکنین و تموم میشه که نیازی نیست، حالا همینطوری میمونه توی کیسه خودش. ولی اگر مدت طولانی میخواین درش رو باز کردین و میخواین نگهداری کنین حتما توی ظرف دربسته بذارین. شکر سفید بیشتر برای کیک‌های سبک و ساده و سفید استفاده میشه، ولی شکر قهوه‌ای بیشتر در کوکی استفاده میشه. البته توی کوکی اینو تو پرانتز باز کنم، توی کوکی جفتشون میشه باشن، ولی خب شکر قهوه‌ای رو نمیتونی حذف بکنی از کوکی چون بافتش واقعا عالی میشه با وجود شکر قهوه‌ای. حالا انتخاب با توئه، تو بیشتر سراغ کدومشون میری؟ شکر قهوه‌ای یا سفید؟ حالا بیا تو کامنت ها برام بنویس تا این نریزه من ولکن نیستم که. بیا توی کامنت ها برام بنویس که انتخاب تو کدومه. فقط قبلش صبر کن، خودکارمو بردارم. این خودکار نشونه منه و همیشه همراه منه. سابسکرایب کردی؟ لایک کردی؟ زنگوله رو زدی؟ حتما اینا رو بزن. سابسکرایب کن. عاشقتم. فعلا بای.